نوشابه های تاریخ تیر شده در شهر کابل به گونه آزاد به فروش می رسد. این فروشندگان انرژی های تاریخ تیر شده را در قسمت پل خشتی شهر کابل به گونه آزاد به فروش می رسانند. گفته می شود که بعضی از این نوشابه ها تاریخ دارند و بعضیشان حتی تاریخ هم ندارند. نوشابه های انرژیزا که قیمت آن در بازارهای کابل 70 الی 100 افغانی است، در اینجا به 20 افغانی به فروش می رسد. گفته می شود که مرکز این نوشابه های تاریخ گذشته بازار بوش شهر کابل می باشد و تعداد تجاران آن را به طور غیر قانونی به داخل کشور وارد می کنند. باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: چیز بی‌معنا و بی‌کیفیت، پس نوشیدنش ضرر داره دیگه، معلومه. از حکومت چی خواست داری در رابطه با فروش از این که در بازار فروخته میشه؟ چی کارایی باید بکنه؟ از حکومت دیگه چیز خواسته نمیتونیم. اونا این مشروبات بدل نمینوشه، اصلا مشروبات الکلی است که بسیار به آسانی دسترسشان است، اونا را مینوشه. به این چی توجه کنه یا نکنه بر از ما بی‌معنا. 20 روپا. چطور 20 روپا؟ تاریخش دیر است؟ گفته می شود که این نوشابه های تاریخ تیر شده از پاکستان بدون کدام بررسی به کشور وارد می شود. با آنکه استفاده نوشابه های گازدار و انرژیزا به صحت مضر خوانده شده است، اما مردم افغانستان در این مورد بی توجه هستند.